بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود هموطنان عزیز، امید که جور و صحتمند سرحال باشید. من عبدالقدیر سخی‌زاده هستم، یک تن از کارمندان بنیاد خیریه امید. قسمی که به تصویر مشاهده میکنید آبرسانی ما در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ادامه دارد. امروز هم تان طرف در ولسوالی آقچه در قریه قمرین ولسوالی آوردیم که در حال توسعه دادن هستیم. آبرسانی از طرف بنیاد خیریه امید با کمک مالی خانم واشکه و صوفیا جان ایمان جان می باشد. امروز روز دوشنبه است، 22 سپتامبر سال 2024.